فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني. صحیح نیست، درست نیست خرید و فروش با آنهایی که جمعه برای آنها فرض است بعد اذان دوم. وقتی که به نماز جمعه اذان گفته می شود حی علی الصلاح، بیا به نماز، حی علی الفلاح، بیا به نجات از آتش دوزخ، وقتی که ندا کرده می شود، بعد ندا یعنی بعد شروع اذان مؤذن که الله اکبر گفت، حرف الف را که تلفظ کرد، خریدن و فروختن حرام می‌گردد برای آن آدمی که جمعه براش فرض است. برای چی؟ لقوله تعالی، بنابر قول الله تعالی در سوره جمعه. الله تعالی میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای آنهایی که ایمان آوردید، یعنی این خطاب برای مسلمان ها هست، برای غیر مسلمان ها دخل ندارد. ای آنهایی که ایمان آوردید، هر وقتی که به نماز جمعه دعوت کرده می شوید، یعنی اذان گفته می شود، فاسعوا الی ذکر الله، به ذکر الله تعالی شتاب کنید، سراسیمه شوید، یعنی به سوی مسجد شتابان شوید. و ذروا البیع، خرید و فروش رو ترک کنید. الله تعالی از خریدن و فروختن که اصلا حلال بود نهی کرد. و نهی للتحریم، اصلا قاعده اصولی این است که وقتی که الله تعالی نکن گفت، اون دلالت می‌کند که این کار حرام است. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این رفتن شما به جمعه و ترک کردن شما خرید و فروش را بر فایده شما هست اگر شما میدانسته باشید. فقد نهى الله عز وجل عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعه لئلا يتخذ ذريعه الى التشغل بالتجاره عن حضورها. الله تعالی منع کرد خرید و فروش را در وقت نماز جمعه تا سلام دادن امام 10 دقیقه تقریبا، یا در بعضی منطقه 15 دقیقه بعد اذان دوم تا سلام دادن امام ممکن نیست خریدن و فروختن. برای چی؟ برای اینکه مردم باید به نماز جمعه روند. و خص البیع لانه من اهم ما یشتغل به المرء من اسباب المعاش. برای چی الله تعالی خرید و فروش ترک کنید؟ گفت خب دیگر کارها چی؟ مثلا یک آدم در زمین کشت و کار دارد، برای او مگر اجازت است؟ نه. الله تعالی فقط مهمترین کاری که اکثری کاری که مردم با آن مشغول است خرید و فروش را مثال آورد. ولی هر یک کاری که از نماز جمعه پیش راهی شما را میگیرد اون حرام است. در وقت نماز جمعه تمام نوع کارها حرام میگردد. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی فاسعوا الی ذکر الله، به سوی ذکر الله تعالی شتاب کنید. مقصدی حرام کردن هم فقط به خاطر جمعه رفتن، نه اینکه انسان دکان محکم کند و به جمعه نرود، بلکه مقصد شریعت به جمعه رود. بنابراین وقتی که در دوام آیات الله تعالی که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضله، وقتی که نماز که به آخر رسید، نماز جمعه، شما در روی زمین پراکنده شوید و از فضل الله تعالی امید کنید، از رزق الله تعالی طلب کنید، یعنی تجارت کنید. یعنی تجارتی که پیش از جمعه حرام گشته بود بعد جمعه با گشته حلال شد. مرحمت گفت بعد نماز جمعه روید خرید و فروش کنید. حتی بعضی علما میگفتن که بعد نماز جمعه خرید و فروش این فرض است، میگن مانند امام ظاهری. لیکن قول صحیح این است که خرید و فروش بعد نماز جمعه گشته اجازت میشه. پیش از نماز جمعه اجازت بود، بعد از آن حرام شد، بعد نماز باز گشته حلال شد، به حالت اولش برگشت. و بعضی علما میگن که اگر انسان خریدی که در یک هفته میکند همان بعد نماز جمعه کند برکت داده میشه. برای اینکه الله تعالی گفت که وقتی که نماز جمعه کی تمام شد شما در روی زمین پراکنده شوید و از رزق الله تعالی و از فضل الله تعالی امید کنید. یعنی خوب است که انسان بعد جمعه یگان چی خرید یا فروش اگر امکان داشته باشد. خلاصه الله سبحانه و تعالی به جمعه رفتن را فرض گردانید و به دیگر کارها مشغول شدن را حرام گردانید. اگرچه فقط خرید و فروش رو در آیات گفت ولی دیگر عملها رو هم در بر میگیرد. بنابراین مصنف گفتن که وکذلک التشاغل بغیر البیع عن الصلاه محرم. مشغول شدن از نماز جمعه به غیر خرید و فروش به دیگر کارها باشد هم حرام است. خواه در مثلا در کارخانه کار میکند یا خواه در زمین کار میکند، در کجای دیگر کار کند، به نماز نآید، حرام است، برای اینکه نماز جمعه فرض است.